امی گفتن این است که نباید ظلم کنن دیگه. ظلم که میکنن خداوند بیادر ظلم روا نفرموده دیگه. خداوند دیگه بیخی دیگه چپش کنه بدگری. خداوند چپش کنه. ما را میته که کت میته تباه کت به خودش هم باید میته باشم. باز چی رقم از کاروبار میشه دیگه؟ والا کاروبار مزه کل چیز رفته دیگه. خودتانم در جریان است. خب بازم خوب است الحمدلله. ما شکری نمیکنیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان عرض سلام احترام خدمت تمام هموطنان عزیز، خواهرها و برادرای محترم، پدرها و مادرای مهربان که همیشه وقت بیننده برنامه های ما هستین. سلام خدا جداگانه تقدیم هر یک شما میکنم. خوشحال هستم که امروز در خدمت شما همراهان قرار دارم. ما امید امیری با گزارش جدید امروز آمدیم با یک سوژه جدیدی که درباره آتش سوزی آمریکا هست و مردم ما را ببینیم که چی گفتنی هایی دارند. هموطنان عزیز، میریم با هموطنان ما صحبت و کلام آغاز میکنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. اجازه خواست یک چند دقیقه صحبت کنیم؟ قربانت. جور خواستین؟ شکر فضل خدا. صحتمند هستین؟ بخیر باشید. چی حال داری؟ روزتان بخیر. بخیر باشید. نامتان چیست؟ احمد زکی. احمد زکی جان، امروز ما یک سوژه ما که است درباره همی آتش سوزی آتش لس سوزی. آنجلس آمریکا اگه خبر داشته باشی چی گفتنی دارید این باره؟ والا گفتنی دیگه گفتنی خاصی نیست. خب نباید ظلم شوه بالای مسلمان ها دیگه. امی گفتن این است که نباید ظلم کنن دیگه. ظلم که میکنن خداوند بیادر ظلم روا نفرموده دیگه. خداوند ظلم پایدار نیست. ظلم پایدار نیست دیگه. ظلم نکنن که بالایشان ظلم نشه دیگه. از این چیز الهی هیچ کسی دیگه فرار کردن نمیتونه دیگه. این میگفتن این ماست که دیگه امریکا بیادر ظلم نباید بکنه مارای مردم غزه دیگه. بالایشان با ظلم نخواهد شد دیگه. اونمو گرفتار الهی است دیگه. خیر ببینین. تشکر. وقتتان بخیر. بخیر. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر. جانتان جور است. چی حال دارید؟ شکر هستین؟ شکر. نامه زیبایتان چی نامم فرزاد. چشمای مقبوله دارید. سلامت باش. چی رنگ است؟ ساوس سبز است نه؟ نیلک. هر رقم که دل ماشاءالله مقبول است. خداوند از چشم بد سلامت باش. بخیر باش. نامتان چی گفتین؟ فرزاد. فرزاد جان عزیز دیگه این کس آتش سوزی است که در آمریکا در شهر لس آنجلس رخ داده. چی گفتنی داری بهم؟ حالا کاپراسن. آمریکا است، کافر است. میگم خداوند دیگه بیخی دیگه چپش کنه بدگری. خداوند چپش کنه. ما را میته که کت میته تباه کت به خودش هم باید میته باشم. همیشه دخالت کردن در افغانستان. بیخی دیگه میار کار در افغانستان کردن. تنها در افغانستان نه که بلکه در تمام از 100% دمی کل کشورها ممالک مسلمان که هستن و بسیار اذیت کردن مسلمان. دیگه فعلا در عذاب الهی قرار گرفت. الهی آمین. بخیر باشی. سلامت باشی. تشکر. خدمت خدا. هموطنان عزیز، هموطن را با خود داریم که بسیار همتون ماشاءالله قد بلند، خوش استایل، مقبول. خوب هستین؟ خوب هستین ان شاء الله. صحتمند. چی حال دارید؟ آرامی است. جور هستین؟ میشه که بچه مقبول خدا معرفی کنه به هموطنان. احمد بلال هستم، باشنده شهر کابل. بلال جان عزیز، همچنان مصروف تجارت در منده‌ای. تجارت دارید؟ بله. تجارت چی؟ تجارت همین مالای چین از بنجاره، لاکت، گوشواره وزو از چین، از دبای، از هند، از پاکستان. دیگه بیای پیش خودت. جای سر چشمای ما سر وقت می. آدرس دقیقتان رو باز بگوین. چرا نه؟ باز چی رقم از خودتان دیگه که میارین دکان دارین یا سرای دارین بر مردم بخش؟ دکان داریم الحمدلله. این پدرم است، خدا 10 سال زنده داشته باشه، شمون است همون میارم. همون میاره با ما در دکان سودا میکنیم.
باز چی رقم از کاروبار میشه دیگه؟ والا کاروبار مزی کل چیز رفته دیگه خودتانم در جریان است خب بازم خوب است الحمدلله ناشکری نمیکنیم مصروف هستین؟ هزار بار شکر همه چیز هست که یک جوان ما رو میبینید که پشت کار دارد در سر پای خود است. الحمدلله سلامت باش. خوش میشی. خیر ببینیم بخیر باشید. رابطه با تحصیلتون اگه بگویی؟ فارغ التحصیل در صنف 12 لیسه عالی امونی. از لیسه امونی. بله. قصد دانشگاه آغاز کردن؟ پانتون آغاز فعلا خود نداریم دیگه نیت کردیم که بریم طرفای خارج شروع کنیم درسم. چرا در افغانستان خوش نداری؟ نه دیگه اینجا نمیشه. کجا میری؟ کجا قصد داری؟ داریم یا هندوستان یا روسیه. بخیر. اقدام کردی یا تازه در فکرت؟ نه دیگه اقدام کردیم دیگه ببینیم چه وقت میبرست پرده پروردگار. بیا دیگه هر خاصه هر هدفی که در زندگی داری خداوند برسونه. آمین بخیر باشه کل جمعه مالا. آمین بخیر باشی بیا. سلامت. چی کنیم؟ کار خدمت نیست. خداحافظ. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سعادتمند هستین؟ بخیر است. شکر بخیر باشید. جور هستین؟ خیرتی است. بخیر است. نامک مقبولتون؟ سیف الله هستم باشنده ولایت کابل. سیف الله جان عزیز چی حال داری؟ چطور هستی؟ امرای روزگار چی میکنی خودت؟ خوب است میگذره. مصروف چی کاروبار هستی؟ متعلم هستیم آمادگی میخونیم. آمادگی کنکور میخونی؟ اصلا از ولایت پروان هستیم حالا آمدیم در آمادگی کنکور اتاق گرفتیم درس میخونیم. مسافر هستین خیر؟ مسافر هستیم. باز اتاقتان در اینجاست؟ نه در کوټه سنگی است. در کوټه سنگی. دموجم درس هم دموجم میخونی؟ دم فرهنگ سرا هستم اینجا درس. خداوند به هر هدفی که داری برسونه. ان شاء الله بخیر باشی. سلام. ان شاء الله اینم زحمت کوشش و تلاش خودت به یک جای میرسونه. صحیح بخیر باشی. از پروان هستین گفتین؟ از پروان شینواری غوربند. غوربند شریف دیگه. آمادگی میخوانین دیگه خلاص کردین آمادگی رو نو شروع کردین؟ زمستانا دیگه اینجا میایین؟ اساساتش شروع کردیم که بعد از اولی بار ان شاء الله درسای آمادگی ما شروع میشه. خوب درس حال اساسات است اما آسان درس است. حال یگان ذره بلد شویم که بعد از اولی بار خوب درس شروع کنیم که درس خوب شد. باز چی رقم مثلا میتیت درسی کابل خوب است نسبتا؟ خوب است. نسبتا از پروان خوب است. از پروان خوب است. از پروان خوب است. پروان تو میتیتای درسی نیست و کورساس آمادگی خوب نیست، سادهش نیست. حال اینجا خوب است. استادا کوشش میکنن درس با ما خوب هستن. ازشان راضی هستیم. با زحمت خود شاگرد هم دیگه است نه؟ خود انسان هم تلاش کنه زحمت. نه که استاد دیگه هر چقدر بگه که شاگرد کوشش نکنه نمیشه. این گپ هست که یعنی استاد میاد یک ساعت درس میده بعد پس دوباره ما حداقل 2 ساعت مرور خوب بکنیم در باره اونم هر موضوعی که باشه. موضوعی که باشه. در کوت سگ دیگه امروز برنامه ما در رابطه با آتش سوزی لس آنجلس آمریکاست. خودت چی گفتنی داری؟ امریکا دیگه کشور کفری است. یا یک مطلب است که میگن نکو درویش که میاد در پیش. این مطلب است که یا در افغانستان هم تو آتش سوزی دیگه در سر افغانستان ملک عاجز گرفته بودن، در سر باگرام آمده بودن، ظلم و وحشت میکردن در افغانستان. بسیار ظلم کردن در افغانستان. حالا ان شاء الله امارات اسلامی آمده آباد شده. خب حالی خداوند علی جزا میتاله. حالا در عذابش گرفتار کردش. عذاب الهی است. عذاب الهی است. یا خداوند هم مسلمانای ما که در اونجا زندگی میکنن اونم خداوند جان و جور داشته باشه. صحت عافیت داشته باشد. دیگه کافرها را خدا میفهمه. بخیر باشی. سلامت باشی. بسیار زیاد خوشحال میشیم که همچون هموطنان ما میبینیم که پشت کار دارد درس میخوانند. بسیار زیاد خوشحال شدم که خودت حتی از پروان میای اینجا زحمت میکشی به خاطر درس خواندن. سلامت باشی. بسیار یک بچه با استعداد است. خداوند نگه برسانیتان به اهدافتان. ان شاء الله خدا مهربان است. در آینده چی قصد داری که چی کاره شوی؟ در آینده قصد دارم که یک انجینر شوم که در وطن خود خدمت کنم. ان شاء الله میشه. علاقه‌مندی انجینر دارم. یعنی خداوند دیگه اونمو کمکت میکنه می هدفت دنبال کوین ان شاء الله یک روز دیگه زنده باشیم بخیر که باز ببینیم تا که خودت یک انجینیر شدی صحبت کنیم ان شاء الله. خیر ما در خدمت هستیم. قربانتان بخیر باشید. بخیر باشید. دیگه مهمان هستین از پروان اگه مهمان ما شوین خوشحال میشم. سلامت باشی. بخیر باشی. اگر تو مهمان ما شوی اینجا تو اتاق داریم. خدمتتان بخیر باشید. روزتان بخیر. سلامت باشید. قربانتان.
هموطنان عزیز، این بود گزارش امروزی ما. تشکر از تک تکتان هموطنان عزیز تا این دم با من همراه بودید. تا برنامه های دیگر به الله پاک بی نیاز میسپارمتان. زنده باد افغانستان.